سوال بعدی رو من از خانم پریسا میپرسم. خانم پریسا، با توجه به اینکه امروز روز مبارزه با خشونت بوده و با توجه به اخباری که ما داشتیم در مراسمی که در سوئد برگزار شده، شما از سخنرانان مراسمی بودین که اونجا به این مناسبت برگزار شده. خانم پریسا، من سوالم از شما اینه که نقش وضعیت زنان در سوئد، به خصوص زنان پناهجو در سوئد به چه صورته؟ آیا حمایتی میشن؟ آیا مشکلی خاصی هست؟ یا صحبتتون در این زمینه بفرمایید. با سلام، پریسا هستم از سوئد، از شهر گوتنبورگ. من مدت 1 ساله که در سوئد هستم و تقریبا 1 سال و نیم از ایران اومدم و طی این مدت خب مشکلات خیلی زیادی داشتم در سوئد و دنبال این شدم که بخوام مشکلات زنان رو پیگیری کنم و سعی کنم به گوش تمام مسئولین و به گوش تمام کسایی که میتونن به ما کمک کنن یا به زنان کمک کنن و حمایت کنن از ما برسونم. امروز روزی بود که خب برای مبارزه با خشونت‌هایی که بر علیه زنان میشه در ایران، در افغانستان و دیگر کشورهایی که بیشتر از جهان سوم هست برسونم که ما خب خیلی مشکلات داریم، مخصوصا که پناهجوییم در سوئد و خب در ایران که زنانی که تحت شکنجه قرار میگیرن، تحت آزار و اذیت قرار میگیرن، زنانی که به خاطر بحث حجابی، به خاطر یک رابطه کوچیک یا به خاطر چیزهای خیلی معمولی بخوان تحت شکنجه قرار بگیرن، تحت آزار و اذیت از طریق خانواده نزدیک خودشون یا دولت قرار بگیرن برسونن. من از مشکلات زنان در سوئد اول شروع میکنم. ما در اینجا پناهجو هستیم و خب 1 ساله که اینجا هستم مشکلات زیادی داشتم، مشکلات بیشتر از دوستانم که از 10 سال یا 10 سال اینجا زندگی میکنن و هیچ گونه تعلقاتی ندارن، هیچ گونه حمایتی نمیشن و هیچ کس نیست که بخواد صدای اینا رو بشنوه و هیچ کمکی نمیشه. واقعا یعنی موندن که باید چی کار بکنن، نه راه برگشت به ایران هست و نه جای زندگی در اینجا. من هم جزئی از اینها شدم ناخواسته، چون واقعا کشورم رو دوست داشتم و دوست داشتم که در ایران زندگی کنم، عنوان یک زن ایرانی، به عنوان یک دختر ایرانی وطنم رو دوست داشتم و دوست داشتم با آرامش در کشورم زندگی کنم. اما مشکلاتی که برای ما پیش اومده مجبور شدیم که اینجا بیاییم و یک گونه دیگه مشکل داریم اینجا. اینا از تمام کسانی که میتونن به ما کمک کنن، میتونن به زنان کمک کنن خواستارم، میخوام که صدای ما رو بشنون و به مشکلات ما رسیدگی کنن. ممنون. آیا شما از طریق سازمان‌های حقوق بشر و فعالین زنان کانتکتی دارین و آیا هیچ حمایتی از طرف خود بچه‌های پناهجو، هیچ اتحادی بین بچه‌های پناهجو وجود داره که حداقل خود بچه‌ها بتونن از هم پشتیبانی کنن، یا به حال بچه‌ها اونجا به صورت جدا جدا کامیونیتیشون از هم جدا هستن؟ خب ما هیچ کمکی اینجا از هیچ کس دریافت نمی‌کنیم، مخصوصا که زن هستیم و بیشتر خانمایی که اینجا هستن پناهجو هستن کسی نیست که کمکشون کنه. بیشتر که ایران خانواده داشتن، در کنار همسر بودن، حمایت کننده داشتن. اینجا هیچ کدوم از اینا نیست و هیچ گروهی نیست که به ما کمک کنه، از هیچ جا نه هزینه مالی بهشون کمک کنه، نه جای مسکنی دارن. مثلا کسایی که اینجا سیاست دارن به ایران به صورت سیاه زندگی میکنن، هزینه جا، خورد و خوراک و متاسفانه ارتباطمون با شما قطع شده خانم پریسا.
متاسفانه که ارتباطمون با شما قطع شده خانم پریسا. من صدا این قطع و بس شد. من تشکر میکنم از شما. شاید در مصاحبه بعدی سوالای بیشتری با شما مطرح کنم.